بابای حاجی میرزا ما از راه دور مسافر شده، یعنی از دوشنبه برای صحبت شما آمدیم، لیکن در وقت انتظاری نماز یک موی سفیدی برادر مرا از جا به جا نمود و میگوید که این جای من هست. وقتی که تو مسجد ساختی ما نمی آییم. این درست است یا نه؟ در اصل کدام وقتی که همون موی سفید اگر مسجد ساخت، بعداً یک فرزند خودش را یا یک نبیره خودش را از اونجا بیجا کند، اون حالت هم حق ندارد. مسجد برای همه هست. مسجد جای خاصه ندارد. حتی رسول اکرم در حدیث های مبارک گفتند لا تعزمونی فی بیت ربی، ای اهل اصحاب در داخل مسجد نزد من نخیزین، در داخل مسجد مرا احترام نکنید. وقتی حبیب خدا که این چنین گفته باشد، پس کی حق دارد که یک برادر از جای خودش میخیزاند این جای من است؟ مسجد جای ندارد. برای جایهای نمایان و صفهایی که پرثواب است، اینجا جوانهایی هستند که من میایم ساعت 8 من این مسجد میایم، در 8 نشستگی هستند. از این خاطر از تمام شما خواهش میکنم که وقتی آمدین هر جایی که یافتین همونجا نشینید. یک کس را از جایش بیجا نکنید. اگر میلش همان فرزند شما را احترام کرد و از جاش خیست گوید بابا جان نزد من نشین، اینجا مرحمت. این یک اخلاق حمیده همون جوان است، یک آداب همون جوان است. در حقش دعا کنین و در جایش نشینید. لیکن وای از جاش خیزانده و جای من است، این در شما حقوق نداره، هیچ کدام شما، کسی که نباشد. این خطی که از ناحیه کلخازآباد آمده بود جمعه پیشین، که عبارت از 4 یا 5 سوال بود، ما به این جواب گردانیدیم، مگر یک مسئله را نزد ما گذاشتن که جواب او را بگویید. که این چی بود؟ تقدیر چیست؟ اگر تقدیر امر ازلی است، پس دوزخ و بهشت برای چیست؟ و اگر اختیار در کار است، پس تقدیر چی معنا دارد؟ لطفاً از کتاب معتبر و احادیث های صحیح جواب دهید. راستی بار این مسئله هست که من بر این جواب گفتن نمیتونم و شما را قانع کرده هم نمیتونم. باب تقدیر این باب هست، این سؤال هست که از دوره های پیغمبر خدا این سؤال بود و در این جواب این تمام مفسرا و محدثا عاجز هستند، جواب گفتن نمیتونند. جوابی که شما را قانع کنند این جواب وجود ندارد. اگر شما این دادر عزیز در آیه اول سوره تغابن نظر کند، از اونجا ممکن بعضی چیزها را برداشته گیرد که خداوند در قرآن میگوید در سوره تغابن هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمنون. بین خداوند میگوید من بعضی از شما را کافر خلق میکنم، بعضی از شما را مؤمن خلق میکنم. در این آیه چی بحث های زیاد وجود دارد در تفسیرها. خوب میشد که همین جوان خودش به همین آیه کریمه در اول سوره تغابن نظر کند و شرح امین خواند، باب تقدیر صحبت میکند. زیرا پیش پیغمبر خدا آمدن و در باب تقدیر بحث و مناظره کردند. رسول اکرم میگوید وقتی با این اصحابی که بحث تقدیر میکردن وقتی گوش انداخت و گفت خداوند شما را برای این فرستاد که در باب تقدیر بحث کنید، از این موضوع باز ایستید گفتن رسول اکرم و میگوید چهره مبارک گویا که آب انار در بالای چهره مبارک پرتافته باشی، این گونه سرخ شد. میگوید
یعنی نگذاشت که اصحاب پیغمبر در باب تقدیر بحث و مناظره کنند، زیرا عقل انسان به این نمی رسد. سوالی هست، یعنی مادامی که انسان خداوند دوزخی کرده باشد یا بهشتی الکه در ازلیات نویسانده باشد، پس عمل برای او چی فایده دارد؟ این گونه سوال ها می شود. بعضی پیغمبری خدا آمدن گفتن ای پیغمبر فلانی بیمار است، اگر وی را ما طبابت کنیم آیا در تقدیر الهی یگان تغییرات پیدا می شود؟ رسول اکرم گفتن هی من قدر الله، اگر وی شفا یابد همون هم از تقدیر الهی است. حضرت مولوی خدا رحمت کنند میگوید نه جنبد هی جنبنده از یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. هیچ چیز از جای خودش جنبیده نمیتواند، هیچ کس یک عملی خیر و شر را کرده نمیتواند تا اگر پروردگار راضی نباشد. نه جنبد هی جنبنده به یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد، کجا سائل ز پیش خود گدا شد. حضرت مولوی را نظر کنید، میگوید این شاهایی که امروز بالای تخت نشسته و شاهی میکنند آیا اینا از پیش خود شاه شدند؟ نه، بلکه تقدیر الهی همین بوده است که این جوان یا این مرد و یا این زن باید که پادشاه شود. کجا سائل ز پیش خود گدا شد. این گداهایی که نزد دروازه ما و شما میآیند آبی چشم میکنند، زاره میکنند برای 20 درهم ما و شما، آیا اینها از پیش خود طلبنده شدن؟ نه، بلکه در تقدیر اینها هم طلبندگی را خدا کشیده بوده است. اگر نقاش نیکان را سرشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ اگر پروردگار امروز اهل شما اهل سعادت هستین، شما اهل نیکبختا هستین، شما را امروز خداوند نیکبخت در ازلیات تا نویسانده است، پس اینها انسان‌هایی که امروز گیروئین میکشند، امروز عرق نوشی میکنند، امروز مال یک برادر را میخورند، امروز زناکار هستند، امروز وجود خدا را انکار میکنند، اینها را کی آفرید؟ اگر نقاش نیکان را سرشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ حضرت میگوید همه در حکم تقدیرش دوانند و هر سویه که میخواند روانند. همه اینها در همون تقدیری که خداوند برای اینها کشیدگی است در همون راه رفته ایستادند. حتی میگوید مولوی بخاری سوی کافر هم مبینی، مبادای فروزت شمع دینی. حتی کافر میگوید با یک طریق حقارت نگاه نکن، شاید که انا همون کافر باز همین اسلام قوت ببخشد. تا از کجا میدانی؟ چندین کافرها امروز در کتابا ما و شما میخوانیم که از تمام دولت‌های مترقی اسلام میارند در آخر عمرشان. معلوم شد که اینها در ازلیات اینها خداوند یک دوره را به کفر کشیده بود و این دورش باز آخر عمر اینها را باز به اسلام مبدل گردانیده است. این در ازلیاتش بوده است. از این خاطر هر عملی شما، انا همین آمدن شما به مسجد در ازلیات شماست، از اینجا با سلامت خانه رفتن شما در ازلیات شماست. همه عمل شما به تقدیر وابسته است. وقتی حضرت عمر به ملک شام رفتن، نماینده ها آمدن که ای عمر، در ملک شام کسل وبا آمده است، کجا می روی؟ حضرت عمر در جاش ایستادن و با عسکرها امر کرد که پس می گردیم، باز مدینه می رویم. مردم گفتن ای عمر، می رویم به ملک شام، اگر در تقدیر ما باشد بیمار می شویم، اگر در تقدیر ما نباشد بیمار نمی شویم. حضرت عمر چی گفتن؟ نفر من قدر الله الى قدر الله، می گریزیم از تقدیر خدا به سوی تقدیر خدا. انا همین گریختن من، ندر آمدن من به ملک شام، اینشان تقدیر الهی است. گفت از این خاطر در باب تقدیر بحث های خیلی زیاد است. من علل خصوص از جانب خودم گپ میزنم، من عاجز هستم، من جواب تقدیر به هیچ کدام شما معین کردن نمیتونم. اگرچه حدیث های زیاد خواندم، اگرچه آیه های زیاد در قرآن تفسیرهاش نگاه کردم، لیکن هیچ خلاصه برآوردن نمیتونم. در هر یک سوالی او باز یک سوال دیگه پیدا میشه.
از این خاطر از همه شما جوانای عزیز، علل خصوص این برادر کلخاز آبادی، خواهش من این است که در باب تقدیر بحث مناظره نکن، فقط به سوی پروردگارت راست شو، از خدا بترس، ان شاء الله تو نیکبخت میشوی.